اگر سنجش نکنین قربانی سیستم میشین. فکر میکنین مردم امریکا و دولت امریکا ابلس که یک فرد از افغانستان ببره و سپورتش کنه در حالی که کشورش بی سر پناه میمانه و بی سرنوشت میمانه. افرادی که از اینجا رفتن خارج به اساس هر آن قضیه کمک انسانی که بود در اصل فروخته شدن به کشورهای دیگه. مثلا امریکا نیروی فیزیکی نداره و به این خاطر ما را میبره تا از ما استفاده کنه به عنوان یک نیروی فیزیکی. یکی ما را تکسیوان میسازه چون یک امریکایی خودش تکسیوانی نمیکنه. یکی ما را گارسون میسازه، یکی ما را در ریسپشن میگیره. چرا اکثریت افراد فامیلی که میرن به اساس پروسه های کمکی اینا نمیرن، به ویزی شخصی و به پول شخصی خود میره. شما دیپلمات ها را ببینین، اینا به اساس کمک های بشری نرفتن. شما دکترها را ببینین، اینا به اساس کمک های بشری نرفتن. کیها میرن به اساس کمک های بشری؟ اکثریت افراد که نلدوان است، یک فرد که رنگمال است، یک فرد که خشتکاری را درست یاد داره. پس اونا به نیروی فیزیکی ضرورت داره. کانادا کشور است که گفته میشه تا سال 2030 اگر تعداد خود بیشتر نسازه شاید زیر آب شود، شاید هوا تا حدی اونجا سرد شود که دیگه انسان ها نتونن زندگی کنن. به خاطر چی؟ به خاطر که در کانادا اینا به شکل شدیدش مارکت کرده به ای که اولاد کم بیارین و بعد مردم آغاز کردن به ای که به جای اولاد به شک و سگ داشته باشه و حال اکثریت سن جوان در کانادا 35 سال است. یعنی اینا نوجوان ندارن و نسلشان در حال از بین رفتن است. شما ببینین کانادا از مهاجرین عربستان پر است، از مهاجرین اوکراین پر است، از مهاجرین افغانستان پر است، از مهاجرین هندوستان پر است. ولی کانادا مبدل شده به امریکای اولیه. امریکا هم یک کشور است که از امریکا هیچ کس گفته نمیتونه که من امریکایی هستم، به خاطر کل مسافرین یک جای شدن، یک کار جدید ساختن یا یک کشور جدید ساختن. حال کانادا عین شکل با خود ظلم کرد و حال به قوی بشری جدید نیاز داره. ما به کدام فکر میریم؟ ما به این فکر میریم که کانادا با ما کمک کرد، ما باید غلام سیستمی اونا باشیم، هر آن چیزی که یک کانادایی میگه او را بپذیریم. ولی اگر من کانادا میرم با حکومتش میگم که اگر ما اینجا آمدیم پس به عنوان یک شهروند آمدیم، کشور در خطر است، هوا سرد شده میره، شاید کشور زیر آب شود، پس موجودیت ما باعث میشه که به کانادا گرمی بدم، موجودیت ما باعث میشه به کانادا خدمات بدم، موجودیت ما باعث میشه که به کانادا تمام چیزایی که این کشور از من میخواد ارائه کنم، پس در بدلش خدمات انسانی خود من میخوایم.